یک دختر روس بود، از یک خانواده مذهبی کاتولیک متعصب. یکی از تجاران روس به او پیشنهاد داد همراه با گروهی از دختران برای خرید لوازم خانگی به یکی از کشورهای خلیج بیاید، سپس آن را در روسیه بفروشد. این قرار بود که آن مرد روس با دختران گذاشته بود. اما هنگامی که به آنجا رسیدند، نقاب از چهره برداشت و با آنها پیشنهاد داد در شبکه فساد او مشغول به کار شوند. وی به آنان پیشنهادات وسوسه انگیز داد: پول زیاد، روابط گسترده. بسیاری از آن دختران قبول کردند، بجز از آن دختر که نسبت به عقیده مذهبی خود پایبند بود و نپذیرفت. آن مرد به دخترک خندید و گفت: تو اینجا گرفتار خواهی شد، جز لباست چیزی نداری و من هم به تو چیزی نخواهم داد. و به او فشار آورد تا پیشنهادش را بپذیرد. او را همراه با دیگر دختران در یک اتاق آپارتمان ساکن کرد و پاسپورت هایشان را پنهان کرد. دختران دیگر به کاری که او خواسته بود پرداختند، اما او بر پاکدامنی خود باقی ماند. هر روز با آن مرد اصرار میکرد که پاسپورت او را پس دهد یا وی را به کشورش بازگرداند، اما نمیپذیرفت، تا آنکه یک روز آن را پیدا کرد و از خانه گریخت. در سرک سرگردان بود و جز لباسی که وطن داشت هیچ چیزی نداشت. نمیدانست به کجا برود، نه خانواده‌ای، نه آشیانه‌ای، نه پول، نه غذایی و نه جایی. دخترک درمانده به چپ و راست می رفت. ناگهان جوانی را دید که 3 زن همراه او بود. به قیافه‌اش اعتماد کرد و به سویش رفت. شروع کرد به حرف زدن با زبان روسی. جوان معذرت خواست و اشاره کرد که روسی نمی داند. دختر گفت: انگلیسی می دانید؟ گفت: بله. خوشحال شد. از شدت خوشحالی اشکش جاری شد و گفت: من زن اهل روسیه هستم. داستانم چنین است: نه پول همراه دارم و نه جایی برای ماندن و می خواهم به کشورم بازگردم. از شما می خواهم فقط 2 یا 3 روز به من جا دهید تا بتوانم با خانواده‌ام تماس بگیرم و شرایط بازگشتم را فراهم کنم. خالد به حرف‌های آن دختر فکر کرد. شاید کلاهبردار باشد، شاید دروغ می گوید. آن دختر با چشمان گریان به خالد نگاه می کرد. خالد با مادر و خواهرانش مشورت می کرد و در پایان او را به خانه خودشان بردند. با خانواده‌اش تماس گرفت، اما کس پاسخ نمی داد. شماره های تلفنشان مشکل داشت. هر ساعت 1 بار تماس می گرفت، اما جواب دریافت نمی کرد. دانستند که او مسیحی است. با او مهربان بودند. او نیز از آن خانواده مهربان خوشش آمد. با او پیشنهاد دادند مسلمان شود، اما نپذیرفت. حتی حاضر نبود در این باره حرف بزند. او از خانواده ارتدوکس بود که از اسلام و مسلمانان بدش می آمد. خالد به یک مرکز اسلامی رفت و کتاب‌های به زبان روسی درباره اسلام آورد و به او داد. دختر آنها را خواند و تحت تأثیر قرار گرفت. آنان هر روز سعی می‌کردند او را قانع کنند تا اینکه بالاخره مسلمان شد و شروع به یادگیری تعالیم اسلام نمود و سعی کرد با دختران صالح و نیکوکار هم نشین شود، اما می‌ترسید به کشورش بازگردد و دوباره مسیحی شود. پس از مدت با خالد ازدواج کرد. او بیشتر از بسیار از دختران مسلمان پایبند به دین بود. روز امرا با خالد به بازار رفته بود. آنجا زن را دید که چهره خود را پوشانده بود. این نخستین بار بود که زن را با حجاب کامل می دید. از قیافه او تعجب کرد،
از خالد پرسید چرا این زن به این شکل لباس پوشیده؟ شاید چهرهش دچار مشکل است که آن را پوشانده؟ خالد گفت نه، این زن حجاب را پوشیده که الله سبحانه و تعالی دوست دارد، حجابی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به آن دستور داده. کم ساکت ماند، سپس گفت درست است، واقعا این همان حجاب است که الله سبحانه و تعالی می خواهد. خالد گفت از کجا دانستی؟ گفت من فعلا وقت وارد هر فروشگاه می شوم، چشم صاحب مغازه به چهره‌ام است، فکر می کنم که گوشت صورتم را تکه تکه می بلد، بنابراین چهره‌ام باید حتما پوشیده باشد، باید تنها همسرم بتواند مرا ببیند، بدون این حجاب از بازار بیرون نمی روم. کجا می توانیم این نوع لباس را تهیه کنیم؟ خالد گفت تو هم مثل مادر و خواهران من همین حجاب را بپوش. گفت نه، همان حجاب را می خواهم که الله سبحانه و تعالی می خواهد. روزها گذشت و ایمان آن دختر بیشتر و بیشتر می شد. محبتش بیش از بیش در دل اطرافیان او نشست و قلب شوهرش را اسیر محبت خود کرد. روز به پاسپورت خود نگاه کرد و دید مهلت آن در حال اتمام است و باید حتما آن را تمدید کند. اما بخش سخت ماجرا این بود که باید در شهر خودش آن را تمدید می کرد. بنابراین چاره‌ای جز سفر به روسیه نبود. در غیر این صورت اقامت او غیر قانونی می شد. خالد هم تصمیم گرفت با او به روسیه برود، چون نمی خواست بدون محرم سفر کند. سوار طیاره روسیه شدند. او نیز با حجاب کامل خود سوار طیاره شد و کنار شوهرش نشست. خالد گفت می ترسم به سبب حجابت دچار مشکل شوی. گفت یعنی تو می خواهی از این کافران اطاعت کنم و از دستور پروردگارم سرپیچی کنم؟ نه، به الله سوگند، هرچی می خواهند بگویند. مردم با آنها نگاه می کردند. مهماندارها غذا را توزیع می کردند و به همراه آن شراب هم توزیع می کردند. کم کم شراب روی مسافران تأثیر گذاشت و ناسزا و حرفهای زشت بود که از هر سو شنیده می شد. یکی جوک می گفت، دیگر می خندید، یکی دیگر را مسخره می کرد. بعض کنار آن دختر می ایستادند و حجابش را مسخره می کردند. خالد آنها را نگاه می کرد و نمی دانست چی می گویند. دختر حرفهایشان را ترجمه کرد. خالد عصبانی شد و خواست عکس العمل نشان دهد، اما دختر گفت عصبانی نشو، خودت را ناراحت نکن. این در مقابل چیزی که مردان و زنان صحابه تحمل کردن چیزی نیست. تحمل کردن تا آن که طیاره به زمین نشست. خالد می گوید هنگامی که به میدان هوایی رسیدیم فکر می کردم به خانه همسرم خواهیم رفت و مدت نزد آنها خواهیم ماند تا آن که کارهایمان تمام شود و برگردیم. اما همسرم نگاه عمیق‌تری داشت. می گفت خانواده هم ارتودکس هستند و بسیار متعصب هستند. دوست ندارم فعلا پیش آنان بروم. فعلا اتاق اجاره می کنیم و آنجا می مانیم. بعد از آن که کارهای پاسپورت ما تمام شد قبل از بازگشت پیش آنان می رویم. دیدم نظرش بهتر است. اتاق را اجاره کردیم و شب آنجا ماندیم. فردا به اداره پاسپورت رفتیم. نزد مسئول پاسپورت رفتیم. از ما پاسپورت قدیمی و عکس‌های همسرم را خواست. یک عکس سیاه سفید که در آن تنها چهره همسرم پیدا بود از بکسم بیرون آوردم و به او دادم. کارمند گفت این عکس پذیرفته نمی شود. باید عکس رنگه باشد و چهره و مو و گردن شخص کاملا مشخص باشد. اما همسرم قبول نکرد و اصرار داشت همان عکس را قبول کنند. پیش 2 کارمند دیگر رفتیم اما همین را می گفتند. همسرم می گفت ممکن نیست عکس بدون حجاب بگیرم، اما کارمندان هیچ یک نپذیرفتند.
نزد مدیر اصلی که یک خانم بود رفتیم. همسرم تلاش کرد که آن عکس را بپذیرد، اما خانم مدیر به هیچ وجه راضی نمی شد. همسرم گفت مگر من را نمی بینی؟ خوب با عکسی که من آوردم مقایسه کن. مهم چهره است. مو ممکن است تغییر کند. همین عکس کافی است. اما خانم مدیر اصرار می کرد که این قانون است. نمی توانم این عکس را بپذیرم. همسرم گفت من به جز این عکس نمی توانم عکس دیگری بیاورم. فعلا باید چی کار کنیم؟ مدیر گفت مشکل شما فقط توسط دفتر پاسپورت که در مسکو است حل می شود. از اداره مربوطه بیرون آمدیم. همسرم رو به من کرد و گفت خالد باید به مسکو برویم. گفتم خوب عکس بگیر که آنها می خواهند و آیات از قرآن را برایش خواندم، از جمله تا جایی که استطاعت دارد تقوای الله را پیشه سازید و الله کس را جز بر اساس تواناییش تکلیف نمی دهد. گفتم این ضرورت است، تنها چند نفر پاسپورت تو را می بینند، آن هم برای ضرورت. بعد هم آن را پنهان می کنی تا مدتش تمام شود. چرا دنبال درد سر هستی؟ نیاز نیست به مسکو برویم. اما او گفت نه، بعد از این که با دین الله سبحانه و تعالی آشنا شدم هرگز عکس به حجاب نمی گیرم. آنقدر اصرار کرد که به مسکو رفتیم. اتاق اجاره کردیم و فردای آن روز به اداره پاسپورت رفتیم. نزد 2-3 کارمند رفتیم و در پایان مجبور شدیم به نزد مدیر کل برویم. پیش او رفتیم. خبیث‌تر از او ندیده بودم. همین که پاسپورت را دید عکس ها را نگاه کرد و رو به همسرم کرد و گفت چی کسی ثابت می کند که تو صاحب این عکس ها هستی؟ می خواست همسرم چهره خود را نشان دهد تا او ببیند. همسرم گفت به یکی از خانم هایی که اینجا کار می کند یا منشی ها بگو تا چهره مرا ببینند، بعد با عکس مقایسه کنند، اما چهره‌ام را به تو نشان نمی دهم. او عصبانی شد و پاسپورت قدیمی و عکس ها و دیگر مدارک را در یک دوسیه گذاشت و داخل میز انداخت و گفت فعلا نه پاسپورت قدیمی داری و نه به تو پاسپورت خواهیم داد مگر آن که یک عکس کاملا مطابق قانون بگیری و بیاوری و آن را با چهره تطابق دهیم. همسرم سعی کرد با او حرف بزند و قانعش کند. آن دو به زبان روسی با هم حرف می زدن و من نگاهشان می کردم و چیزی نمی دانستم. اما عصبانی بودم و نمی توانستم کاری بکنم. او تکرار می کرد باید عکس بیاوری که با قوانین ما همخوانی داشته باشد. بیچاره همسرم سعی کرد او را قانع کند اما هیچ فایده ای نداشت. به او گفتم عزیزم الله سبحانه و تعالی جز به اندازه توان انسانها از آنها چیزی نمی خواهد. فعلا این یک ضرورت است. تا کی باید در دفاتر سرگردان باشیم؟ او گفت هر کس تقوای الله را پیشه سازد برایش راه بیرون رفته قرار می دهد و از جایی که به حساب نمی آورد روزیش را می دهد. بس میان ما بالا رفت. مدیر عصبانی شد و ما را از دفتر بیرون کرد. بیرون رفتیم در حالی که هم دلم برایش می سوخت و هم از دستش عصبانی بودم. با اتاق ما رفتیم تا درباره این موضوع حرف بزنیم. من کوشش می کردم او را قانع کنم و او کوشش می کرد مرا راضی سازد. تا اینکه شب شد. نماز خفتن را خواندیم و من به خاطر این مشکل غمگین بودم. غذا خوردیم و سرم را بر بستر گذاشتم. همسرم وقت دید می خواهم بخوابم رنگ چهرهش تغییر کرد. گفت خالد می خواهی بخوابی؟ گفتم بله. مگر خسته نیستی؟ گفت سبحان الله، در چنین شرایط چطور می توانی بخوابی؟ ما فعلا در شرایط هستیم که به شدت به الله سبحانه و تعالی نیازمندیم. بلند شدم و هرچی در توان داشتم نماز خواندم. بعد خوابیدم. اما او همچنان نماز می خواند. هر بار که از خواب بیدار می شدم یا در رکوع بود یا در حال سجده یا در حال قیام یا دعا می کرد یا در حال گریه بود. تا آنکه صبح شد.
سپس من را بیدار کرد. گفت وقت نماز صبح است، بیا با هم نماز بخوانیم. بلند شدم، وضو گرفتم و نماز خواندیم. بعد کمی خوابیدم. بعد از طلوع خورشید بیدار شد و گفت زود باش بریم به دفتر پاسپورت. گفتم بریم به دفتر پاسپورت؟ با چی مدرک؟ با کدام عکس؟ ما که عکس نگرفتیم. گفت برویم و تلاش خود ما را میکنیم. از رحمت الله سبحانه و تعالی ناامید نشو. رفتیم. به الله سوگند هنوز پای ما را داخل اولین دفتر نگذاشته بودیم که همسرم را از روی حجابش شناختند و یکی از کارمندان گفت تو فلان هستی؟ گفت بله. کارمند گفت بفرمایید این هم پاسپورت شما. دیدم پاسپورت کاملا آماده است با همان عکس با حجاب. خوشحال شد و رو به من کرد و گفت برات نگفته بودم هر کس تقوای الله سبحانه و تعالی را پیشه کند برایش راه فراهم خواهد کرد. وقتی می خواستیم بیرون برویم آن کارمند گفت باید به شهری که از آنجا آمده اید بروید و پاسپورتتان را آنجا مهر بزنید. به شهر همسرم برگشتیم. به ما گفت این فرصت است که پیش از بازگشت با خانواده خود دیدار داشته باشد. به شهر او رسیدیم. اتاق اجاره کردیم و پاسپورت را مهر زدیم. بعد از آن به دیدار خانواده همسرم رفتیم. دروازه را تک تک زدیم. خانه قدیمی و بسیار ساده بود. دانسته می شد که خانواده فقیری هستند. برادر بزرگترش در را باز کرد. جوان تنومند بود با عضلات قوی. همسرم با دیدن برادرش خوشحال شد و نقاب از چهره کنار زد و لبخند زد. اما برادرش همین که خواهرش را دید هم به خاطر بازگشتش خوشحال شد هم از لباس سیاهی که پوشیده بود تعجب کرد. همسرم در حالی که می خندید و در آغوش برادرش بود وارد خانه شد. پشت سر او داخل خانه شدم و در سالن نشستم، اما او داخل خانه شد. میشنیدم که به روسی حرف می زدن اما نمی دانستم که چی می گفتند. اما متوجه شدم که کم کم صدایشان بالا می رفت و از آن لهجه محبت آمیز دور می شود. کم کم صدای حرفهایشان تبدیل به داد و فریاد شد. همسرم سعی می کرد پاسخ آنان را بدهد. احساس کردم که قضیه به جای بدی می کشد، اما دقیقا نمی دانستم چی می شود چون حرفهایشان را نمی دانستم. ناگهان احساس کردم صداها به من نزدیک می شوند. 3 جوان و 1 مرد میان سال داخل سالن شدند و به سمت من آمدند. اول فکر کردم می خواهند به دامادشان خوش آمد بگویند، اما ناگهان به سمت من هجوم آوردند و به جای خوش آمد مشت و لگد و سیلی روانه من شد. سعی کردم از خود دفاع کنم، کمک می خواستم و جلو ضربات آنها را می گرفتم، اما کم کم بیهوش می شدم. 1 لحظه فکر کردم پایانم نزدیک است. به خودم می پیچیدم و سعی می کردم یادم را بیاورم که دروازه خانه به کدام طرف است. 1 لحظه دروازه را پیدا کردم. در 1 حرکت از جای خود استاده شده و فرار کردم. آنان پشت سر من بودند. وارد جمعیت شدم و مرا گم کردند. به اتاقی که اجاره کرده بودیم رفتم. خیلی از خانه همسرم دور نبود. صورت و دهان و بینی خونالودم را شستم. نگاهی به چهره خود انداختم. صورتم داغ داغ شده بود و از دهانم خون می آمد و لباسم پاره پاره شده بود. ناگهان با خود گفتم من نجات پیدا کردم، اما همسرم. آیا ممکن است او هم مانند من لت خورده باشد؟ من که مرد هستم نتوانستم تحمل کنم. او زیر چنین ضربات چی خواهد کرد؟ شیطان مرا وسواس میکرد او از دینش بر خواهد گشت، دوباره مسیحی خواهد شد. تو هم تنها به کشورت برمیگردی. سرگردان بودم چی کنم؟ کجا بروم؟ چی کار از دستم برمی آید؟
اینجا جان انسان ها ارزش ندارد. می توانی با $10 یکی را کرایه کنی تا برایت آدم بکشد. اگر او را شکنجه کنند، بعد او جای مرا بگوید چی؟ اگر کس را برای کشتن من فرستادند چی؟ دروازه اتاقم را بستم و تا صبح از ترس به خود لرزیدم. صبح لباسم را تبدیل کردم و رفتم تا ببینم چی خبر است. از دور خانه همسرم را زیر نظر می گرفتم، اما دروازه خانه بسته بود. منتظر ماندم. ناگهان دروازه باز شد و 3 جوان و آن مرد میان سال بیرون آمدند. همان جوانان بودند که مرا لت و کوب کردند. ظاهراً به نظر می رسید که سر کار خود می رفتند. دروازه را بسته کردند و قفل کردند. من همچنان متوجه بودم که چی می شود. آرزو داشتم که چهره همسرم را ببینم، اما فایده‌ای نداشت. ساعتها همانجا ماندم تا آنکه آن مردان دوباره برگشتند. خسته شدم و به اتاق رفتم. روز بعد باز همانجا رفتم و منتظر ماندم، اما همسرم را ندیدم. و همینطور روز 3. مایوس شدم. گمان کردم زیر شکنجه کشته شده باشد، اما اگر مرده باشد حداقل باید متوجه چیزی مشکوک یا حرکت شوم. حتما کسانی برای تسلیت خواهند آمد. اما وقت چیز عجیبی ندیدم، خودم را قانع کردم که همسرم زنده است و به زودی او را خواهم دید. روز 4 نتوانستم بیشتر تحمل کنم. دوباره به خانه آنها رفتم و از دور آنجا را زیر نظر گرفتم. همین که آن جوانان با پدرشان به سر کار رفتند و در حالی که منتظر بودم، ناگهان در خانه باز شد و همسرم از خانه بیرون آمد. به سمت راست و چپ نگاه میکرد. صورتش زخم برداشته بود، لکه های زخم. لباسهایش نیز خونین بود. از دیدن او ترسیدم، دلم سوخت. به سرعت به سمت او رفتم. هنوز خون از زخمهایش می آمد. دستها و پاها و چهرهش خونین بود. لباسش پاره پاره شده بود و چیزی زیاد از آن نمانده بود. پاهایش در زنجیر بود و دستش از پشت بسته شده بود. وقتی او را در این حال دیدم، نتوانستم خودم را کنترل کنم و گریه کردم. از دور او را صدا کردم تا مرا دید در حالی که اشک می ریخت و از شدت درد می نالید. گفت خالد گوش کن، نگران من نباش. من به عهدی که با الله سبحانه و تعالی بستم پایدار هستم. به الله قسم، چیزی که من میکشم در برابر سختی هایی که صحابه و تابعین و پیامبران متحمل شدن هیچ چیز نیست. خواهش میکنم کار به من و خانواده‌ام نداشته باش. همین فعلا برو و منتظر من بمان تا اینکه انشالله به نزدت بیایم. اما خیلی دعا کن، خیلی نماز شب بخون. رفتم در حالی که قلبم از درد و حسرت تکه تکه می شد. 1 روز کامل منتظر او ماندم. امیدوار بودم که او بیاید. روز بعد هم گذشت. روز 3 نزدیک به پایان بود که ناگهان صدای تک تک دروازه آمد. ترسیدم. گفتم یعنی کی باشه؟ خیلی ترسیده بودم. این وقت شب کی است؟ چی کسی ممکن است باشه؟ شاید خانواده‌اش جای من را پیدا کرده باشند. شاید همسرم اعتراف کرده و آمدن تا مرا بکشند. به حد مرگ ترسیده بودم. احساس میکردم جز موی میان من و مرگم فاصله نیست. گفتم کیست؟ صدای همسرم را شنیدم که خیلی آرام میگفت من هستم فلانی، در را باز کن. چراغ اتاق را روشن کردم و دروازه را باز کردم. داخل شد. حال و روز خوب نداشت. زخمی و خسته. گفت همین حالا باید برویم. گفتم با این حال و روز؟ گفت بله، سریع باید برویم. لباسهایم را جمع کردم. او هم لباسهای خود را عوض کرد و یک لباس دیگر هم پوشید. هر چیز را که داشتیم جمع کردیم و سوار تاکسی شدیم. بیچاره همسرم بدن خسته و زخمی و گرسنه خود را
روی چوکی تاکسی انداخت. همین که سوار تاکسی شدیم به زبان روسی به راننده گفتم به طرف میدان هوایی. این مدت چند کلمه روسی یاد گرفته بودم. همسرم گفت نه خیر، به میدان هوایی نمی خواهیم بریم، به فلان روستا می رویم. گفتم چرا؟ مگر نباید فرار کنیم؟ گفت بله، اما اگر خانواده من بفهمد فرار کردم حتما به جستجوی ما به میدان هوایی خواهند آمد. به فلان قریه می رویم. وقت به آن قریه رسیدیم پیاده شدیم و سوار دیگه موتر شدیم و به قریه دیگه رفتیم. از اونجا نیز به قریه سوم رفتیم و از آنجا به شهر سفر کردیم که میدان هوایی بین المللی داشت. وقت به آنجا رسیدیم برای بازگشت تکت گرفتیم چون هنوز به ساعت حرکت ما باقی مانده بود. اتاق گرفتیم و آنجا ماندیم. همین که احساس آرامش کردیم همسرم عبای خود را بیرون آورد. یا الله، هیچ جایی بدنش سالم نبود. پوست زخمی، خونهای لخته شده، موهای کنده شده، لبانی تیره. پرسیدم چی اتفاقی برایت افتاد؟ گفت همین که داخل خانه شدیم و با خانواده‌ام نشستم از من پرسیدن این چه لباس است؟ گفتم این لباس مسلمانان است. گفت این مرد کیست؟ گفتم این شوهرم است. اسلام آوردم و با این مرد مسلمان ازدواج کردم. گفت چنین چیز امکان ندارد. گفتم بگذارید داستانم را برایتان بازگو کنم. سرگذشتم را برایشان تعریف کردم و درباره آن مرد روس گفتم که میخواست من را وارد شبکه فحاشی کند و اینکه چگونه از دست او فرار کردم سپس با تو آشنا شدم. گفتن وارد کار تنفروشی می شدی بهتر از این بود که مسلمان شوی و پیش ما بیایی. بعد گفتن از این خانه بیرون نمی روی مگر ارتودکس یا مرده. بعد مرا گرفتن و دست و پاهایم را بستند. بعد هم تو را زدند. فریادهای تو را می شنیدم اما دست و پاهایم بسته بود. وقتی تو فرار کردی برادرانم برگشتن و شروع به ناسزا گفتن کردند. بعد هم زنجیر آوردند و مرا بستند و شروع به شکنجه من کردند. هر روز با شلاق به جان من می زدند. از عصر تا شب مرا می زدند. صبح به سر کار می رفتند و کس جز مادر و خواهر کوچکم که 15 سال دارد پیش من نبودند. این تنها وقت بود که راحت بودم. باور می کنی آنقدر مرا می زدند که بیهوش می شدم و در این حال به خواب می رفتم. از من می خواستند از اسلام برگردم و من مقاومت می کردم و صبر می کردم تا اینکه خواهر کوچکم از من پرسید چرا دینت را ترک کرده ای؟ چرا دین پدر و مادر و اجداد خود را رها کرده ای؟ سعی کردم او را قانع کنم. دین صحیح و توحید را برایش توضیح دادم. کم کم واقعا قانع می شد. اسلام را درک می کرد. ناگهان به من گفت تو بر حق هستی. این دین صحیح است. این همان دینی است که من هم باید آن را بپذیرم. بعد به من گفت کمکت خواهم کرد. به او گفتم اگر می خواهی به من کمک کنی کار کن که شوهرم را ببینم. خواهرم از پنجره بیرون را نگاه می کرد و تو را می دید. به من می گفت مرد را با این نشانه ها می بینم. گفتم این همسر من است. اگر او را دیدی دروازه را باز کن تا با او حرف بزنم. او هم در را باز کرد و توانستم با تو صحبت کنم. اما نمی توانستم بیرون بیایم چون 2 زنجیر به من بسته بودند که کلیدهایش پیش برادرانم بود و یک زنجیر دیگر که به ستون داخل خانه بسته بود تا نتوانم فرار کنم و کلید آن نزد خواهرم بود تا هر وقت نیاز به دستشویی داشتم آن را باز کند. برای همین از تو خواستم منتظر بمانی چون زنجیر به دست و پاهایم بود. در این مدت خواهرم را قانع کردم که اسلام بیاورد. او هم پذیرفت و اسلام آورد و خواست فداکاری بزرگ کند. پیش از فداکاری من تصمیم گرفت کار کند که از خانه فرار کنم. اما کلید قفل‌های زنجیرها دست برادرم بود و به شدت مواظب آن بود. آن روز خواهرم برای برادرانم شراب قوی آوردند. آنقدر نوشیدند که به شدت مست شدند به طوری که نمی دانستند چی می گویند و چی می کنند.
بعد خواهرم کلید را از جیب برادرم بیرون آورد و زنجیرهای من را باز کرد و من در آن وقت شب پیش تو آمدم. گفتم پس خواهرت چی بر سر او خواهد آمد؟ گفت از او خواستم اسلام خود را علنی نکند تا این که فکر برای او بکنم. آن شب را خوابیدیم، فردایش به کشور خود ما برگشتیم. همین که رسیدیم همسرم را به شفاخانه بردم. چند روز آنجا بستر بود تا آن که کوفتگی ها و زخم هایش را معالجه کنند. و اکنون دعا می کنیم که الله سبحانه و تعالی خواهر او را نیز بر دین خود پایدار گرداند. برادر و خواهر مسلمان من، این داستان را برای این ذکر نکردم که احساسات تو را به جوش آورم یا باعث اشک ریختن تو شود. نه، برای این که بدانی این دین قهرمانان دارد که آن را به دوش می کشند و برای آن فداکاری می کنند. کسانی که برای این دین استخوان خورد می کنند و خون می دهند و بدنهای خود را تکه تکه می کنند. اگر کافران دیروز ابو جهل و امیه، بلال و سمیه را شکنجه می کردند، کافران امروز نیز همچنان در راه نبرد با این دین تلاش می کنند و مکر و نیرنگ به خرج می دهند. بنابراین مراقب باش تا شکار آنان نشوی. برای این که عزت و سربلندی خود را فراموش نکنی، به همین خاطر این را بازگو کردم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان